برای رسم الگوی آستین، باز بنده برای این الگو از الگوی ساده‌ای که داخل پیج آموزش دادم خدمت شما عزیزانم استفاده کردم و یه مطلبی که باز میخوام اینجا خدمت شما عرض کنم و به آموزش هامون اضافه بشه، اینکه اگر شما عزیزانم میخواید که الگوی ساده آستینی که رسم میکنید مثل آستین مولر و آستین متریک یا همون آستین گرلاوین اینها حالت کاپدار بایسته، بعد از اینکه الگوی اولیه رو رسم کردید 3 سانتی متر به سمت بالا برید و این قسمت رو هلال رسم کنید، یعنی وصل کنید به این قسمت و بعد شروع کنید به برش الگوی خودتون. باز این قسمت رو هم باید اندازه بزنید که دور حلقتون دقیق با حلقه بالاتنه‌ای که اندازه زدید درست در بیاد. الگوی اولیه آستینی که داریم به هر روشی که داریم، حالا الگو رو برمیگردونم به این سمت که خط وسط آستین هم اینجا مشخصه الان و این قسمت پشت آستینه و این قسمت جلوی آستینه. یه مطلب که هست، شما قسمت مچ آستینتون باید گشاد باشه، یعنی همون اندازه‌ای که در قسمت آرنجتون دارید یا در قسمت بازو دارید، این گشادی رو ما می‌خوایم تا پایین داشته باشیم. پس قسمت مچ آستین ما همون گشادی رو داره که من برای قسمت بازو لحاظ کردم. میایم این قسمت مچ رو در قسمت جلو تا میزنم و اینجا رو علامت میزنم، این قسمت هم علامت میزنم و این 2 نقطه رو به هم دیگه وصل میکنم. حالا میبینم از اینجا چقدر اومدم بالا. خب تقریبا شده 20 و نیم. این قسمت هم همینطور، یا میتونم از این قسمت گونیا کنم خطم رو به سمت دیگه گونیا میکنیم. خب. این قسمت رو برش میدیم عزیزان. تکه بالای آستینم جدا میشه. پس دیگه نیازی نیست که من بخوام قد آستین اینجا بالا رو اندازه بزنم. همین که برای تیکه پایین بیام وسط خط آستینم که مشخصه، مچ رو بیارم نصف مچ که قسمت جلوه بیارم این قسمت بذارم، به هم میده که چقدر باید این رو کوتاه کنم. به این روش کوتاه میکنیم عزیزانم، برش میزنیم. این قسمت پایینی باید 2 لایه باشه، یعنی این قسمت 2 لایه بسته پارچه قرار میگیره و بهتره که حالا یه لایه حریری بهش بزنید اگر میخواید که ایستایی خوبی داشته باشه. اینجا قسمت 2 لایه بسته پارچه قرار میگیره. وقتی که 2 بار روی 2 لایه بسته پارچه از این قسمت ما این رو برش میزنیم و این قسمت ها رو میدوزیم، به رو بر میگردونیم، یه سردوز اتو میزنیم، یه سردوز میزنیم به این قسمت و این کار رو به این قسمت میدوزیم بدون اینکه این قسمت پهلوها دیگه به بالا دوخته بشه. این قسمت پهلوها چون دولا بوده با هم دوخته میشه، به رو بر میگرده کارمون. وقتی که به رو برگردوندیم به تیکه بالایی وصل میکنیم. بهتره که دوستان نازنینم قسمت دوخت آستین بهتون یاد دادم که حتما شما آستینتون رو اول بدوزید از قسمت درز و بعد حالا مدل آستینتون رو هرچی که هست بهش وصل کنید یا مچی آستینتون رو بدوزید، چون خیلی خوشایند نیست که شما بخواید این درز ها رو این شکلی باز بذارید در قسمت پشت. بعد از اینکه این آستین رو دوختید این قسمت برمیگرده و به قسمت وسط آستین شما، بذارید با چسب الان براتون مشخص کنم. این رو الان با چسب مشخص نمی کنم عزیزان، میخوام یه مطلب مهمی رو براتون بگم. پس این آستین اینجا برمیگرده، یه کوک میخوره و حالا با یه دکمه‌ای فیکس میشه این قسمت، همونجوری که در مدلتون دارین میبینید. حالا من اگر بخوام که پارچم کمه، مصرف پارچه رو میخوام صرفه جویی کنم، یا مثل این مدلی که الان بنده دوختم یه پارچه اضافه اومد از قسمت پارچه، من نمیخواستم که زیاد پارچه حروم شه، اومدم چیکار کردم با همون پهنایی که پارچه مونده بود و 2 تا دولای بسته از این قسمت به من میداد، حدودا اینجا 2 3 سانت کمتر چیز میشد، یعنی من برمیگردوندم نمیافتاد رو قسمت وسط، میافتاد پایین تر. خب میومد اینجا اینطوری میشد.
میشد. برای اینکه این اتفاق بیفته و من اون پارچم رو بتونم حروم نکنم، اومدم چیکار کردم؟ اومدم این قسمت رو که میخواستم وصل کنم چرخوندم. یعنی الان نگاه کنید عزیزانم، من این رو وصل میکنم به هم دیگه تا عرض بنده رو بهتر متوجه بشید. در حالت نرمال عرض کردم خدمت شما عزیزانم که به این شکل وصل میشه آستین شما و این برمیگرده به این قسمت و دکمه کار میکنم. وقتی این قسمت تیکه کوتاه‌تری به من داده، همون مقداری که قد آستین باید اضافه بشه، یعنی من این قسمت موقع برش زدن میام این قسمت آستین رو بلندتر برش میزنم و این قسمت رو حالا از بغل قسمت حالا الگوهای دیگم که اضافه اومد میام چیکار میکنم؟ برای اینکه این قسمت وسط وایسه، این رو میذارم در قسمت وسط الگو، یعنی میدونم که اینجا قسمت وسطه و این قسمت درز این تیکه مچیم یه کوچولو حرکت میکنه. حالا چقدر حرکت میکنه؟ باید این قسمت وسط رو شما بذارید به اینجا، به وسط آستینتون و هر چقدر که حرکت کرد اون میشه محلی که باید وصل بشه. مهم اینه که این قسمت در جای خودش قرار بگیره عزیزانم. یا حتی شاید شما در مثلا یه کسی بخواد که این مدل تا این قسمت اصلا همین اندازه بوده، خب یعنی اصلا اندازه هیچ مشکلی نداره، پارچه به اندازه کافی بوده و شما میخواین که این آستین شما به جای اینکه اینجوری باز بشه، یک مقداری بازیش اینطوری باشه که دستتون بیشتر مشخص حرکت میدیم، مثلا 7 سان 6 سان 5 سان هر چقدر که دوست داریم این قسمت برگرد آستین ما قشنگتر وایسه به سلیقه خودمون. خلاصه این رو میتونیم حرکت بدیم، یعنی محدودیت خاصی برای وصل تیکه پایینی ما نداریم. اصل الگو رو که خدمتتون آموزش دادم، انشالله با خلاقیت و سلیقه خودتون بهترین ها رو بدوزید و بپوشید. دوستان نازنینم، امیدوارم که از این آموزش نیز نهایت بهره رو برده باشید. ممنونم که تا انتهای ویدیو بنده رو همراهی کردید. تا آموزش های بعدی خداوند یار و نگهدارتون.